ضربه کرنر رو میفرستن روی دروازه، یک ضربه سر و گل برای سپاهان. دروازه پرسپولیس رو کی باز کرد؟ محمد امین حضبابی. امین حضبابی رو ببینید ارسالی است که انجام شد و این ضربه سر که رفت و درون دروازه قرار گرفت. پاسای کوتاه پرسپولیسی ها برای باز کردن عمق خط دفاعی سپاهان کم کم دارن جلو میان. یه ضربه از راه دور و گل برای پرسپولیس. چه گلی زد محمد خدابندلو و این بار پرسپولیسه که به بازی برمیگرده. ببینید اینجا همین ضربه رو تک ضرب زد و به کنج دروازه فرستاد توپ رو محمد خدابندلو. واقعا کارش هم نمیتونست بکنه، از تاثیرگذاری پاس سروش رفیعی هم نمیگذریم و ضرب و محکم زد. ارسالی روی دروازه لیموچی، موقعیت و گل برای سپاهان. ضربه غیر قابل مهار مهدی لیموچی. ببینید از این نما این ضربه چسبید به درون دروازه گندوز و چسبید به کام هواداران تیم سپاهان. اما تا پایان بازی فرصت زیادی باقیه و تیم پرسپولیس نشون داده که همیشه قابلیت برگشت رو داره.